من این کدی پیلا اوندا من فرومدا ترانسپورتیور کدی کاموردا میبردی. اینجا سیخ پیله خشک‌کنی کارخانه مشترکی ویتا سیلک می باشد. متخصصان بیش از 20 روز اینجانی پیله های جمع آوری شده را در این سیخ خشک می کنند. قمری عبدالعزیز و در این سیخ برای خشک کردن پیله سهم می گذارد. می گوید هرچند در نفقه است برابری فرارسیدن موسم کرمک پروری به کار خود آغاز کرد. وی در این کارگاه نزدیک 50 سال اینجانی فعالیت می کند. ماشین ها می بیاد و فروواده یشکوی برچسته می‌هو بوده می‌مونیم ته کدست هر رایونه و یشکدی ناموس و یشکدی چند قدر یشک بودگی هوشه نویسته میکنن اینها بوده اینها ته میکنن یکی ما بیشتر برواده میکنیم. برابری قمری عبدالعزیز و با 30 نفر در این سیخ وزن پیله ها را معین نموده قبول می کنند. احمد جان طاهرов از خواجگی دهقانی جمعیتی سهامی عبدالرحیم جمعیف امروز به کارخانه ویتا سیلک 177 کیلوگرم پیله آورده سپارید. می گوید در منطقه جمعیتی سهامی عبدالرحیم جمعیف بیش از 200 عائله تخم کرمک را پرورش کردند. حالا پیله چینان در این منطقه ادامه دارد. تا امروز باشد بیش از 8 تن پیله را به خرمن دولت سپارید. تا حاضر 8 تن 200 کیلو پیله آوردند. اساسا همون کرمک گفتگی ها همشان خانه شنانده تازه کده ما میسپارد ما اینجا میبیاریم. خدا خواهد یک تن زیاد میبیارم. حال خواجگی ملکم پایکا دیده نمیشه. ممکن مل میشه. همه روز 7-8 تن پیله به سیخ پیله خشک‌کنی کارگاه ویتا سیلک وارد می شود و آن را خشک می کنند. متخصصان پیله تاجیک خبر می دهند که تا امروز 90 تن پیله از شهر و ناحیه های ولایت جمع آوری کرده شد که آن 30% نقشه را تشکیل می دهد. حالا در ناحیه های کشاورزی موسم پیله چینان با سرعت ادامه دارد. آن 25 روز دیگر ادامه می کند. در این مدت می توان نقشه پیله سپاری را اجرا نمود. ابراز می دارند متخصصان. باید گفت که در این موسم 10,860 قطعه تخم کرمک را بیش از 11,000 عائله نگاه و بین و پرورش نمودند. در ولایت سوخت تا آخر موسم می باید 340 تن پیله جمع آوری و کارکرد کرده شود. از روی معلومات های آخرین تا به سنه 25 می حالا تنها 30% نقشه اجرا گردیده است و خلاص. در این کار شهر و ناحیه های کنی بادام، اسفره، اشت، جبار رسولov و دیوشتیچ فعال می باشند. گزارش مفتونشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.